ҷаноби Масъуд, раҳбари ҷабҳаи муқовимати миллӣ дар куҷост ва чаро ғайр аз Муҳаммад Солеҳ Регистонӣ дигар касе паёмҳои видеоӣ сабт намекунад? Аҳмад Масъуд зинда аст ва ҳоло дар куҷо қарор дорад? بله بسم الله الرحمن الرحیم. بله اونا زنده هستن، جایش محفوظ است و انشالله که پیامش به زودی منتشر میشه. дар Афғонистон қарор дорад ё ба кишвари хориҷ ҳиҷрат карда? جایش محفوظ است، به خاطر مسائل امنیتی گفتن نمیتوانیم، اما جایش محفوظ. қабл аз фатҳи минтақаҳои муҳимтарини Паншер аз сӯи Толибон ҷабҳаи муқовимати миллӣ хеле зиёд дар бораи ғайриимкон будани забти ин дара мегуфтанд. Сабаби дар як муддати кӯтоҳ аз даст додани нуқоти асосии Паншер дар чӣ аст? خب ببینید یک قوت تقریبا از 33 ولایت افغانستان جمع میشه در مقابل یک ولایت و همچنان گروه‌ها و گروه‌های تروریستی خارجی که متعلق به کشورهای منطقه میشدن، اینا جمع میشن در مقابل یک ولایت، یک مقدار زیاد سلاح و مهمات و امکانات میارن و بالاخره بعد از یک هفته 10 روز میتونن که خود خط جبهه را بشکنانن، اما پنجشیر هم مکمل گرفته نمیتونن. فعلا مقاومت وجود داره و پنجشیر اکثر مناطقش در دست مقاومتگرا هستن و انشالله که مقاومت انتشار پیدا میکنه در بسیاری ساحات دیگه افغانستان. рӯзҳои ахир Толибон аз забти захираҳои бузурги аслиҳа, сӯзишворӣ ва хӯрока мутааллиқ ба ҷабҳаи муқовимати миллӣ дар Паншер хабар доданд. ғайр аз ин, бо назардошти дар муҳосира қарор доштани Паншер, то кадом андоза онҷо муқовимат дарозмуддат хоҳад буд, чун ба фарқ аз муқовимати аввал ки Бадахшону Тахору ва дигар манотиқи ҳаммарз бо Тоҷикистон дар ихтиёри ҷабҳаи муқовимат буд, ҳоло имкони таъминоти беруна аз даст рафтааст. نه، جبهه مقاومت امکانات زیاد نداشت که ذخیره ها را طالب ها در واقع تبلیغ کردند. امکانات زیاد اگر می داشت مقاومت بیشتر ادامه پیدا می کرد. دلیلی که مقاومت نتونست جبهه‌ای عمل بکنه به خاطر که امکانات زیاد نداشت. پس او هفت گفته طالب ها که گفتن که ما ذخایر مهمات گرفتیم یک گپ غلط است. یک مسئله دوری است که فعلا جنگ پارتیزانی، جنگ شریکی شده. در داخل پنجشیر همیشه در مدت 4 دهه در مقابل هر تجاوزی از جنگ شریکی و پارتیزانی بودند و فعلا مقاومتگرای پنجشیر در واقع در پرتوب جنگ گریلایی خود آماده ساختند و حملات خود فعلا آهسته آغاز کردند و همچنین این حملات نه تنها در پنجشیر، در بسیاری ساحات دیگه افغانستان، ولایت که شما نام گرفتین، حتی ولایت دوردست افغانستان به زودی آغاز میشه. چرا مردم ماهیت طالب شناخت که طالب در واقع نه به وطن اعتقاد داره، نه به اسلام اعتقاد داره و نه به انسانیت اعتقاد داره. ماهیت طالب افشا شده و او خاطر مردم انگیزه گرفتن، به شدت آماده هستند که در مقابل طالب مقاومت کنند، اینا رو اندازی کنند. ҷаноби Масъуд, чаро ин кор ба зудӣ амал шурӯъ нашуд? Чун қаблан дар муқовимати аввал манотиқи Бадахшон, Тахор, Қундуз хеле зуд ба муқовимат шурӯъ карданд, вале ҳоло шумо мегӯед ки ҳоло шурӯъ мекунанд. به خاطر که یک دولت، یک اردوی بود تقریبا 300,000 عسکر آقای اشرف غنی و مردم به این فکر داشتن که این 300,000 عسکر حکومت اشرف غنی میتونه که مقاومت کنه و هیچ کس در این فکر نبود که به این زودی از هم میپاشه همه چیز. به او خاطر آمادگی به خاطر مقاومت نبود، اما وقتی که از هم پاشید آمادگی مردم به خاطر مقاومت شروع شد و جبهه پنجشیر و در همجواریش اندراب در واقع هسته مقاومت گذاشت. اما فعلا با گذشت هر روز این هسته در واقع توسعه پیدا کرده میره. حتی مقاومت از جغرافیای افغانستان بالاتر گرفته، من حیث یک داعی ملی و داعی بین‌المللی در تمام جهان گسترش داره. فعلا در بسا مسائل سیاسی، در عرصه فرهنگی، در عرصه سیاسی، در عرصه نظامی به شدت رو به گسترش، رو به افزایش هست. و چون که گفتم که حکومت وقت در واقع به زودی شکست خورد، مردم آمادگی نداشتن، فکر می‌کردن که حکومت با دفاع ما را میکنه. اما حال مردم مقاومت مردمی خود در حال شروع کردن هستند و به گذشت هر روز تقویه میشن.
آقای مسعود، شما بخشی سیاسی جبهه مقاومت ملی رو در اختیار دارید و کارهای سیاسی میبرید. آیا عبدالرشید دوستوم، کریم خلیلی، محمد محقق، عطا محمد نور و دیگر سران جبهه مقاومت اول با شما در تماس هستند؟ تمامشان با خود رهبری جبهه در تماس هستند و انشالله الرحمن شما به زودی میبینید که در واقع یک مقاومت همه شمول در تمام افغانستان جای میگیره. همگی مصمم بر مقاومت هستند، جوان هستند. یاد ما باشه که در افغانستان فعلا مقاومت یک دایره مردمی شده. یک گروه به نام طالب آمد مشتشان باز شد و فهمیدن که غیر از جهل و جنایت هیچ چیزی ندارن و غیر از بعضی گروه‌های تروریستی را که اینا به کار می‌برن چیز دیگه ندارن. نه اینا حکومت داری کرده میتونن، نه خدمات اولیه ارائه کرده تانستن، نه در واقع تانستن سیاستی که انسانی باشه اون را آماده بکنن. در واقع هر روز به جنایت ادامه میدن. پس همه مردم افغانستان، صمیمی تمام رهبرایی که بودن، جوانایی که هستن، زنان افغانستان، همشون در واقع جزء کلان مقاومت هستند. در اون قسمت هیچ شک نداشته باشید. سوال نوبتی من درباره مذاکرات و گفتگوهای بی‌نتیجه با طالبان است. بگویید که خواسته های دو طرف چی بودند که به موافقه نرسیدند؟ راست است که جبهه مقاومت ملی 25% منصب‌ها را در حکومت طالبان تقاضا کرده بود؟ نه خیر، هیچ وقت جبهه مقاومت منصب یا پایگاه یا چوکی را تقاضا نکرده، بلکه همیشه سر اصول تکیه کردن. مقاومت ملی گفته بیایم در ارتباط با ساختاری که چی نوع ساختار باید باشه که از طریق ساختار مردم افغانستان خود نمایندگی را ببینن. مقاومت ملی در ارتباط با ارزش‌هایی که کدام ارزش‌ها را باید ما بالا بگیریم: انتخابات، دموکراسی، حق زن، حق مردم، آزادی مطبوعات، تمام مسائل دیگر. هیچ وقت مسئله چوکی و خواستگاهی اصلا در میان نبوده. اما متاسفانه طالبان شما می‌بینید که ما فکر می‌کنن که موفق شدن به این امارت هستن و از دیگران می‌خوان خوب یک نقطه شریک شد، یک دو تا چوکی را بگیرید، مشارکت کنید، در حالی که مسئله مقاومت ملی مسئله کل افغانستان است، مسئله یک کشور است، مرگ و زندگی یک ملت است، یک جای کلان است. او را نمی‌تونید که به چند چوکی خلاصه بسازید. در واقع مقاومت ملی نمایندگی از دایره کلان مردم افغانستان می‌کنه. روزهای اخیر رسانه‌ها درباره امکانیت برگزار گردیدن گفت و شنید نو بین طالبان و نمایندگان اقوام غیر پشتوی افغانستان در دوشنبه خبر می‌دهند. چند پیش نخست وزیر پاکستان و رئیس جمهور تاجیکستان در این باره گفتگو کردند. به نظر شما تا کدام اندازه پاکستان میتواند طالبان را به تقسیم قدرت مجبور سازد؟ خب تا هنوز که تو پاکستان نتونسته که با آن چیزی که قول داره بود عمل کنه. متاسفانه تا هنوز پاکستان هیچ کاری کرده نتونسته و اون چیزی که گفته بود که ما میتونیم که جلو طالب‌ها را بگیریم یا بتونیم که در واقع به اونا تاکید کنیم که حکومت همه شمول به وجود بیارن، پاکستان در این قسمت‌ها ناکام بوده، کلا ناکام بوده. حالا که یک وعده جدید کرده با رهبری تاجیکستان، یک وعده جدید کرده، دیده شما ما فکر میکنیم که زود از سال قضاوت کنیم، دیده شود که در روزهای آینده چی اتفاق میفته. از فعالیت شما در اروپا و پیام‌های احمد مسعود چنین به نظر می‌رسد که جبهه مقاومت ملی کوشش پیدا کردن طرفداری کشورهای غرب را دارد. آیا چنین کوشش‌ها در سمت کشورهای ایران، هندوستان و روسیه که مقاومت اول را دستگیری کرده بود صورت می‌گیرد یا نه؟ خب ببینید بعض کشورها در منطقه تصورشان همیست که میتونه که با طالب‌ها یک گفتمان ایجاد کنن تا بتونن که نفع ببرن، اما به زودی یا متوجه میشن که حمایت طالب‌ها یا گفتمان با طالب‌ها قطعا به ضررشون است. به زودی اینا ضرر اینا را میفهمن، چرا طالب‌ها در واقع بخشی از یک گروه کلان تروریستی جهان هستند. اونا نمیتونن که از او جدا شوند و به اون خاطر گروه تروریستی حد و مرز نمیشناسه. به هر کشوری که راه پیدا کنن اونا میرن. زمین کشورهای منطقه با اون نسبت هست که اینا زود متوجه اشتباه خود میشن. اما در جهان غرب که مطمئن شما میدانید که جهان غرب یک مقدار جهان ارزشمند هست. در واقع افکار آمد در جهان غرب در مقابل افکار طالبانی قرار دارد، مثل که افکار مردم افغانستان قرار دارد. با اون نسبت افکار مردم در جهان غرب در مقابل از او قرار دارد. اما کشورهایی هستند در منطقه فکر میکنند که در تبانی با طالبان میتونن منافع اقتصادی را حفظ کنند، اما به زودی متوجه بشن که همون سرطان تروریسم دامنگیر کلشان میشه. بهتر است که از انمیان متوجه باشند، اینا را برای نشناسند، چرا طالبان جزی از گروه تروریستی جهان است که اونا قطعا به نام دولت و خدمات و امکانات این مثلا قطعا چیزی را نمیشناسند. جناب مسعود، روزهای اخیر میبینیم که حکومت ایران موقع خود نسبت به طالبان کمی تغییر داده.
و یک نوع دیلماندگی از طالبان هم دیده میشد. از سوی تهران به شما یگان پیام رسید نه و با رهبریت تاجیکستان چی گفتگوها دارید شما؟ ببینید آن چیزی که ما اطلاع داریم که مردم ایران مردم فرهنگی هستند، مردم هستند که ارزش‌ها را دقیق می‌دانند. اونا همشون در واقع اظهارات خود در حمایت از مقاومت افغانستان اونا اعلان کردند. اما اینکه کشورها یا رهبران یا حکومت‌ها یا رژیم‌ها نه متوجه میشن، به خاطر است که عملکرد طالب‌ها را می‌بینند در داخل افغانستان. شما زنان این طالب‌ها کسان زنان را حق نمی‌دن که برن تحصیل کنند. دخترای را از سنف و بالا نمی‌مانند که اینا تحصیل کنند. اینا در واقع به کشتار سیستماتیک ادامه میدن. فعلا هم در پنجشیر کشتار سیستماتیک میکنن مردم عامه. اینا در واقع منبع مواد مخدر هستن. فعلا با گروه‌های تروریستی قطع علایق نکردن، بلکه گروه‌های تروریستی داخل افغانستان اینا آوردن به اونجا. شما میبینید کابینه از اینا که از یک قوم حتی قوم هم نمایندگی نمیکنن. این یک قشر محدوده که در واقع یک تعدادش لیست سیاه بین‌المللی هستن، یک تعدادش با مواد مخدر ارتباط داره. این کابینه و رهبریشون هستن. پس به اون نسبت است که خود رژیم ها جدیداً متوجه بشن این طالب‌ها کسی نیست که بتونه با اونا تعامل کنه. گرچه اینا میگن که ما تعامل میکنیم، اما یادتان باشه طالب‌ها ظرفیت حکومتداری رو ندارن. ما مطمئن هستیم که طالب‌ها در 2 ماه آینده اینا زندگی بشن. ممکن نیست که بتونه یا در افغانستان حکومت. جناب مسعود تشکر زیاد.